سوره مبارک الجمعه که سوره 62 قرآن عظیم و شان است در مدینه منوره نازل شده، متشکل است از 11 آیه مبارک. تلاوت و ترجمه فارسی آن را از آیت اول می شنوید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه می برم به خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی بی اندازه مهربان نهایت باره. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملك القدوس العزیز الحکیم. خدای پادشاه پاکیزه صفت، صاحب قدرت منی و صاحب حکمت را آنچه در آسمان ها و آنچه در زمینند با پاکی یاد می کنند. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اوست که در میان ناخوانان پیامبری را از میان خودشان برانگیخت، آیات او یعنی خدا را به ایشان میخواند و ایشان را پاکیزه میسازد و کتاب و حکمت را به ایشان میآموزد، اگرچه پیش از این واقعا در گمراهی آشکاری به سر میبردند. و آخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم. و نیز او را برای مردم دیگری از ایشان که هنوز به آنها ملحق نشده اند برانگیخت و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظیم. این است فضل خدا، به هر کی بخواهد عطا می کند و خداوند صاحب فضل بزرگ است. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثال آنانی که مکلف به احکام تورات شدند و سپس آن را مورد عمل قرار ندادند، مثال خری است که کتاب‌های بزرگی را بردارد ولی با محتوای آنها پی نبرد. بد است مثال قومی که نشانه‌های خداوند را تکذیب کردند و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو ای کسانی که یهودی شدید، اگر ادعا می کنید که شما دوستان خدا هستید نه مردم دیگر، پس مرگ را آرزو کنید اگر در ادعای خیش صادق هستید. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولی به خاطر اعمالی که از پیش فرستاده اند هرگز آرزوی مرگ را نمی کنند و خداوند به حال ظالمان داناتر است. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بگو مرگی که از آن می‌گریزید ضرور دامنگیر شماست، سپس به سوی کسی که پنهان و آشکار را می‌داند برگردانیده می‌شوید و او شما را به کنه اعمال شما آگاه می‌سازد. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم
تعلمون. ای مؤمنان، چون برای نماز در روز جمعه آذان داده شود، به سوی ذکر خدا یعنی نماز بشتابید و خرید و فروش را بگذارید. این کار برای شما بهتر است اگر بدانید. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پس چون نماز ادا شد در زمین پراگنده شوید و از فضل خدا بجویید. خدا را بسیار یاد کنید تا باشد که رستگار شوید. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هنگامی که تجارت یا سرگرمی را ببینند به سوی آن می شتابند و تو را استاده می گذارند. بگو آنچه نزد خداوند است از سرگرمی و از تجارت بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان است.